همسایه اوه همسایه یه دقیقه ممکن می شما السلام علیکم همسایه جان نازا سید رحمت نه وقت نیست همین وقت خانم مهمان آمدم همون دیگتون یک بار میدادید برای مهمان یک آشپزم یا پیاله چای نه رحمت حاضر من گرفتم از رحمت کامپیوتر کجا رفت نمیدونم همون دیگتون بیار من همسایه جان من همین مهمانه که گسیل کردم در رو آوردم احتیام دیگه یا پیاله چای نه هزار رحمت خود نزد مهمان شما مایلش همسایه همسایه اوورده ای رحمت این چی بو؟ دیگتون حامله دار بوده است همین خانه با رفت و تولد کرد یا توبه کردم مبارک شود انیق رحمت دیگه درگور شد بو بید البته بله هم درک شد همسایه جان من رحمت برای دیگ رحمت همسایه من همسایه خودی السلام علیکم سلام علیکم رحمت تشکر این باور میکنید حاضر خانه با مهمان آمد همین دیگتون یک بار دیگر میدادید با گفتم یکون چی پزم حاضر میتونم کامپیر رحمت دیگه اونجا کامپیر اوبو همسایه من دیر کردم کمک میبخشید روغن شیرین کار شده روغن دوشته هم مهمانه که گسیل کردم آوردم احتیام خب رحمت شما نوری دیده تو رحمت مایلش خوب همسایه؟ وایسی بروی ده بار همسایه سلام علیکم سلام علیکم بیایید همسایه همسایه من نفهمیدم همسایه چیه نفهمیدی؟ دیگه یک روز بگفته گرفته او یه هفته شد دیگه کنی او وای کامپیر جوغش من خورد اوی همسایه چی گویم آخر دیگتون مرد یا توبه کردم یکمین بار شدم که دیگه میمرد است گوش کنید او دیگه تولد کردگیشه دیدید او مردگیشه نو شنیدید می چی؟